یه سری ورزش هایی هستش که ما به بیمارانی که عمل جراحی زانو شدن یا کلا ضعف عضلات چهارسر دارن میگیم انجام بدن که اینا باعث میشه که عضلاتشون تقویت بشه. صورتی که کنار تخت یا روی صندلی بیمار میشینه، پا به اندازه عرض شونه از هم باز هست، یه بالش کوچیک وسط دوتا پا میذاره و به هم فشار میاره به این صورت تا شماره 10 میشماره و بعد اینو ول میکنه. 3-4 ثانیه استراحت، بعد دوباره همین حرکت رو انجام میده تا 20 مرتبه. این حرکت 20 مرتبه که تکرار میشه در صبح، ظهر و شب این حرکات باید 3 مرتبه تکرار بشه. بیمار کنار تخت یا روی صندلی میشینه، پا رو به این صورت میاره بالا تا حالت انقباض پیدا بکنه تو عضله 4 سر و باز تا شماره 20 میشماره و نگه میداره، بعد میاره پایین.